ما رفتیم برگشتیم. برای من این بخش اول خیلی جذاب بود و فکر میکنم تازه جذابیت ها مونده و میخوام برگردیم دوباره با آقای دکتر حشمتی. خیلی ممنونم آقای دکتر. مباحثی که گفتین خیلی بر خود من جذاب بود و از نظر من خیلی جسورانه و آموزنده بزرگواره. خب شما الان در واقع تقریبا ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران رو تموم کردین، 5 تا کسب و کار رو هم راه اندازی کردین و چی شد تصمیم بگیرید که برید دکترای کارآفرینی؟ واقعیتش اینه که آقای دکتر من فوق‌العاده به حوزه آموزش علاقه دارم. یعنی یکی از چیزهایی که همیشه تو ذهنم بوده این بوده که میگم به دلیل اینکه هم در واقع به لحاظ خانوادگی و هم به لحاظ اساتیدی که داشتم همیشه چیزی از اونها یاد گرفتم، چیزهایی که واقعا تو زندگیم تاثیر گذاشته. مخصوصا 2 تا از اساتید دانشگاه فردوسی و یکی از اساتید دانشگاه تهران که اینها به نظر من، یعنی حالا چیز نیست بگم که واقعا مهمترین نقش رو داشتن توی پیشرفت کارهای من، این بود که میتونید اسمشون هم بگید اتفاقا؟ آره، یکی آقای اتفاقا در واقع آقای دکتر باباخانی که الان توی بنیاد هم هستن و آقای دکتر سجادی که فکر میکنم الان باید رئیس بنیاد ملی نخبگان باشن اگر اشتباه نکنم. یعنی میخوام بگم این 2 بزرگوار واقعا میدونید چرا آقای دکتر عبدالعزیز دانشگاه فردوسی بله دانشگاه فردوسی هم و دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالورژی و یک نفرم که در دانشگاه تهران آقای دکتر سختری که واقعا به نظر من این 3 نفر، حالا می‌بینید نکتهش چی بود؟ این که اینها نمی‌اومدن صرفاً از تئوری صحبت کنن، اینها می‌اومدن تجربیات خودشون که در دنیای بیزینس تجربه کرده بودن رو به ما منتقل می‌کردن. این برای شما خیلی جذاب. نه اصلا ببین عاقلانه ترین کار آقای دکتر، من که نمیتونم 40 سال عمرم رو مثلا بذارم که به یه تجربیاتی برسم که خب حالا شکست‌هایی داره، زمان، هزینه، به جاش میتونم 40 دقیقه مثلا بشینم پای صحبت کسی که این تجربه 40 ساله رو داره، به جاهای شکست خورده، یه جا موفق بوده و از اون استفاده کنم. به خاطر اون دارم عرض میکنم که همیشه به آموزش علاقه داشتم و خب دوست داشتم توی دانشگاه تدریس کنم و به خاطر هم یکی از دلایلی که دکترا رو خوندم این بود. و موضوع بعدی هم این که دنبال این بودم که از بعد علمی، نه حالا آکادمیک صرف تئوری، از بعد علمی به موضوع کارآفرینی بپردازم. چون ما با احترام آقای دکتر، ما حتی تعریف کارآفرینی الان تو کشور ما درست نیست. ببین ما الان یکی 100 نفر رو میبره سر کار بهش میگیم کارآفرین. بابا این کارآفرین نیست. خب این یه ایجاد اشتغالی کرده، یه کسب و کاری خود اشتغالی اصلا داشته، یه سلف امپلویمنت بوده. خب بین کلمه انترپرنورشیپ یا همون حالا بحث کارآفرینی و جاب کرییشن یا ایجاد اشتغال تفاوت قائله. ممکنه یکی از خروجی‌های کارآفرینی ایجاد اشتغال باشه. حتی ما تو کارآفرینی سازمانی که حالا گرایش تخصصی من هست، ما میگیم بعضی اوقات شما یه خط تولید داری، 100 نفر نیرو انسانی داره اونجا کار میکنه، خب بعد میای اینو مکانیزه‌اش میکنی، ماشینیش میکنی، این 100 نفر میشه 10 نفر. پس تو کارآفرینی کردی، کارآفرینی سازمانی کردی، ولی به جای اشتغال زدایی کردی. پس لزوماً کارآفرینی نیست، تعریف درست کارآفرینی این نیست. حالا اگه خواستیم من در مورد تعریف کارآفرینی بعدا میتونم. آره ببینید کارآفرینی اولا یک فراینده. وقتی میگیم یه فراینده یعنی یه سری اقداماتی گام به گام باید انجام بشه. پس اولا این اقدامات چی هست خیلی مهمه. ثانیاً ترتیب انجام این اقدامات، چون یه سری از اقدامات پیش نیازه. ما مثلا نمیتونیم از گام اول یهو بریم گام پنجم به خاطر اینکه بگیم زمان رو بخریم، این اشتباه. تو این فرآیند دنبال چی هستیم؟ دنبال شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت‌ها که اون عنصر اصلی کارآفرینی. و حالا 3 تا ویژگی اصلی هم داره این کارآفرینی: ریسک پذیری، نوآوری و خلق ارزش جدید. اصلا من اگر حتی یه میوه فروشی هستم ولی توی میوه فروشی یه نوآوری کردم، یه خلق ارزش جدید کردم، این کارآفرینی محسوب میشه. این منظورم اینه. آره. حالا امیدوارم از الان به بعد دیگه تعریف کارآفرینی رو درست مردم خب بریم وارد مقطع دکترای کارآفرینی بشیم و کسب و کار بعدی که شما شکل دادید. اصلا چی شد رفتین سراغش؟ اصلا موضوعش چی بود؟ و یک موضوعی که من فکر میکنم تا الان از بحث ما یه مقداری مخفول مونده، اینی که شاید من اگر جای مخاطب این
برنامه باشم با خودم فکر میکنم که خب آقای دکتر حشمتی میگن خب من این کسب و کارش کردم، خب رفتم کسب و کار بعدی، بعد این یکی موفق بود واگذارش کردم کسب و کار بعدی. خب اینا همه منابع مالی میخواد، چجوری جذب سرمایه‌اش اتفاق افتاده، بعد این فضایی که ایجاد شده من چجوری پولش رو جور کردم، من جوون 20 ساله 24 ساله 25 ساله 30 ساله 40 ساله چطوری اصلا آیا مهمترین موضوع در کارآفرینی آیا بحث مالیه یا نه اصلا یک سری موضوعات دیگه است. بعد لطفا این رو یه مقداری برای ما شفافترش بکنید و حالا این که وارد کسب و کار بعدی که میشین یک مقداری با این روی کرده فراهم کردن منابع مالی، جور کردن پولش اینو چجوری انجام دادید؟ بسیار خوب. من اول یه توضیح بدم. این که ما بیزینسی رو ران بکنیم و منابع مالی نیاز داره این که چیز واضحی، یعنی ما قطعاً بیزینسی که منابع مالی نیاز نداشته باشه خب نداریم دیگه. همه کسب و کارها نیاز منابع مالی دارن. منتها شیوه تأمین این منابع مالی بسیار مهمه. ببین مثلا من همین کسب و کاری که شما الان دارین میگین تقریبا میشه بازه سال 96 97. من می‌خواستم این راه اندازی کنم دیگه. خب ایدهش رو تو ذهنم داشتم، شرایطش هم سعی کردم فراهم کنم. مثلا نیاز به یه دفتر فیزیکی داشتم. حالا اینکه من بیام از همون روز اول یه دفتر مثلا چرا 500 متری بگیرم یا عالمه اجاره و فلان اینا، خب این کار اشتباهه دیگه. یعنی میخوام بگم اینکه پول باشه و آدم کارآفرینی بکنه رو که عمه منم میتونه انجام بده دیگه. خب هنر اینه که من با در واقع حداقل منابع بتونم یه کاری رو انجام بدم. مثلا من برای همین کسب و کار، حالا اسمش مرکان هست، یه مرکز مشاوره کسب و کار هست، ما نیاز به یه فضای لابیتور و 2 اتاق داشتیم. رفتیم ما در واقع از طریق لیست گنجم، ببین میخوام بگم این مدیریت منابع اینجوری، از طریق لیست گنجم یه ارتباط گرفتیم با شهرداری، گفتیم آره ما یه فضا میخوایم و اینها، ببینیم چجوری میشه انجام داد. و جالب اینو بهتون بگم ما اون فضا رو 2 سال داشتیم رایگان بدون هیچ هزینه‌ای و خب داشتیم این، یعنی میخوام بگم این هزینه رو به این شکل رفعش کردیم. حتی بعد از اون مرکز رشد دانشگاه آزاد مشهد به ما پیشنهاد داد، گفتش که آره میتونی بیا اینجا دفتر بگیری، باز اونجا هم 1 سال به شکل رایگان یعنی میخوام بگم ببین پس میخوام بگم راه اندازی رو اون بیزینس قطعا نیاز به منابع مالی داره ولی تامینش مهمه که آدم هوشمندانه این کار انجام بده. یا مثلا از روش‌های تامین مالی استفاده کنه. من برای اون رستوران عرض کردم بهتون سرمایه‌گذار خصوصی جذب کردم. ممکنه شما بخواید از شتاب دهنده ها، از وی سی ها یا همون صندوق های سرمایه‌گذاری خطرپذیر استفاده کنید. ممکنه چه می‌دونم بتونید از روش 3F استفاده کنیم. یه روشی ما داریم میگه 3 تا F هستن: فامیلی و فرند و فولیش. یعنی شما میتونید از خانواده‌ات، از دوستانت و اون فولیشه حالا جالبه، از اون آدم، فولیش معنی احمق معنی نادانه دیگه، از اون آدمایی که پول دارن ولی نمیدونن چیکار بکنن که اینقدر الان زیاد شده الان توی جامعه ما که شما میتونید دست بذارید روی اونها که حد نداره. عرضم رو خلاصه کنم، میخوام بگم اگر توی این مسیر من پیش رفتم، بابای پولداری که نداشتم بگم از اون چیزی مثلا من گرفتم، همش خودم بودم خودم دیگه. بنابراین به این طریق، یعنی با مدیریت هوشمندانه منابع، استفاده از روش‌های درست تامین مالی، تونستم پیش ببرم این مسیر و در کنارش سعی کردم روی مدیریت مالی از بعد پسنداز طوری کار بکنم که پس فردا بتونم ازش استفاده کنم. خب حالا کسب و کار بعدی چی بود؟ اصلا چی شد اومد؟ آره ببین من رفتم خب مقطع دکترا رو در واقع تازه می‌خواستم شروع بکنم. تابستونش اومدم مشهد، یه 2-3 ماه مشهد بودم و اونجا حالا در واقع صحبت می‌کردم با دوستان، یه چند تا از این کارخونه‌ها و شرکت‌هایی که مثلا باهاشون دوست بودم، همینجوری میرفتم پیششون و اینها، دیدم یه معضلی همه باش مواجه هستن، اینه که میگم همین داستان فرصته، این که یه نیازی دارن و اون نیاز رفع نمیشه توی مشهد و اون همینه که کسب و کارشون در شرایط خوبی پیش نمیره و در واقع هیچ کسی هم نیست که به شکل جامع بیاد همه مشکلات اون بیزینس رو رفع کنه، یعنی بحث مالیش، بحث حقوقیش، بحث بازاریابی فروشش، نیروی انسانیش و به این فکر افتادم یه تیمی رو دور هم جمع بکنم تحت عنوان حالا مرکز مشاوره کسب و کار و این مرکز مشاوره بیاد کنار اون کارخونه یا کنار اون شرکت، حالا از مرحله آرزویابی اون کسب و کار شرکت شروع بکنه تا مرحله‌ای که بهش راهکار بده، حتی راهکار براش انجام بده و اینا.
یعنی این شد که مرکان شکل گرفت. البته اوایلش 1 سال اول ما مجوز نگرفتیم و شرکت رو هم حتی ثبت نکردیم. این بدآموزی داره، ولی میگم پیشنهادم به در واقع کسانی که میخوان بیزنس ران بکنن همینه. ما در ابتدای راه اندازی هر کسب و کاری بریم سراغ این مجوزها و مثلا بهش میگن سیکل‌های اداری و اینها، دچار مشکل میشیم، وقتمون هم الکی گرفته میشه. تا جایی که ممکنه سراغ اونا نمیریم. منم توی 1 سال اول اصلا سراغ این چیزا نرفتم، از سال بعدش دیگه رفتم مجوز وزارت کار رو گرفتم و ادامه مسیر. بعد دوستانی که خب شما این فضایی که ایجاد کردین یه فضای کاملا تخصصی، کسیه که هم باید تجربه داشته باشه، هم علمشو داشته باشه، هم تجربیات جهانی داشته باشه، هم عارضه یاب باشه، هم خوب بتونه پیشنهاد بده و هم خوب بتونه ارتباط برقرار بکنه. کار تیمی بلد باشه، از همه مهمتر. بله. پیدا کردن این آدم‌ها کار همچین آسونی نیست. یعنی فکر کنم اینجا بزرگترین چالش این اتفاقه. چجوری پیدا اصلا ببین همین که هنوزه مدیر کل اداره کار استان خراسان هم موقع من میگه که واقعا همین که اینا رو دور هم جمع کردی انقلابی به پا کرد. واقعا درسته ها. 34 نفر رو من از افرادی که هر کدوم یه برند بودن برای خودشون تونستم دور هم جای در واقع اصطلاحاً حالت یک کنسرسیومی رو تشکیل بدم و واقعا از ظرفیتاشون استفاده کنم. چون ما متاسفانه خیلی همون کار تیمی بلد نیستیم، شعارشون میدیم ولی بلد نیستیم. برای خیلی سخت بود کنار هم قرار دادن، ولی شد. یعنی نکتهش هم این بود که من ارتباط گیری خوبی داشتم با این آدم‌ها و اینها به نوعی به اعتبار مثلا من میومدن وسط و از طرفی سعی می‌کردم که هدفمند با اینها پیش برم. یعنی مثلا پروژه تعریف می‌شد، نمیدونم از این تیپ کار. خب حالا چون ما این مقدار زمانمون هم محدوده، میخوام بریم سراغ ایده رستوران کودک. بله. فرمودین که من توی مهمونی نشسته بودم، دختر عموتون بله داشتن دغدغه غذای کودک داشتن و شما به قول فرمایش خودتون من جسارت میکنم فضولی کردین و شنیدینش و بعد باهاشون شروع کردین صحبت کردن، یه مقدار بیشتر دغدغه شناسایی کردین و خب این ایده خوبیه. چقدر طول کشید تا این کسب و کار غذای کودک را افتاد؟ مهمترین مشکلش چی بود؟ یعنی آیا مهمترین مشکل تخصص اون بود؟ منابع مالی مورد نیازش بود؟ متقاعد کردن سرمایه گذار بود؟ آیا شد تا یه جاهایی برید جلو بگید که نه اشتباه ولش کنم، مثلا این حوزه من نیست رهاش کنم؟ ببین من اول یه توضیح رو بدم. آره در مورد این رستوران غذای کودک من 3 بار تا مرحله مثلا بهش میگن گیواب پیش رفتم. آره یعنی واقعا ما توی کسب و کار میگیم اون فرایندی که داری طی می‌کنی طبیعیه که اگر مثلا به مرحله تحقیق اولی یا پرایمری ریسرچ رسیدی ممکنه گیواب کنی. یعنی ممکنه چی گفتی فارسیشو؟ رهایی کنی. خب یعنی بیای بگی آقا من به این نتیجه رسیدم نه این خیلی جواب نیست این ایده، خب پس بهتره بذارمش کنار. خیلی بهتر از اینه که یه عالمه دیگه وقت بذارم و بعد به اون نتیجه برسم یا یه عالمه هزینه بکنم. اصلا دقت بکنید بسیاری از بیزینس ها مثلا میگم برند ایکس میخواد یه بستنی جدیدشو بده تو بازار، اول میاد توی این فروشگاه‌های زنجیره‌ای یه کانتر میذاره بستنیشو رایگان آفرین تست میده که بفهمه که آیا میتونه مثلا این تو بازار جواب بگیره یا نه. ترجیحات مصرف کننده رو میسنجه. و من واقعا 3 بار این اتفاق برام افتاد. یه بار همون اول که داشتم تحقیق اولی انجام میدادم، چون داشتم تحقیق میکردم خب ببین این نوع غذای سالم هزینه بالایی داره، قیمت بالایی هم داره قاعدتا. هر کسی هم نمیخواد. آفرین. و هر کسی نمیپذیرش. من حتی بنچمارک کردم یا الگو برداری کردم از یه رستوران غذای کودکی توی کره جنوبی هست به نام کیدز فود توی سئول. بعد از اون حتی الگو برداری کردم که ببینم مثلا اون چجوریه و واقعا به این نتیجه رسیدم که باید قیمت‌هامو بالا بدم و داشتم گیواب می‌کردم. حالا البته بعد باز قدم بعدی توی بحث تامین مالی که تعریف کردم براتون داستانش چه اتفاقی افتاد، شاید موزل اصلی من توی این 7 ماهی که طول کشید تا این رستوران رو راه بندازم به نظر موزل اصلیش هم تامین مالیش بود. و بعد گیواب سوم زمانی بود که سرمایه‌گذار متقاعد شد، همه کارها اوکی شد
و من این رو میخواستم راه بندازم. موازی باهاش خب داشتم مرکان رو چیز میکردم دیگه. و مرکان کجا بود؟ مشهد بود. این رستوران کجا بود؟ تهران. و اینجا داشت این گیواپ سومه حتی واقعا تا 90% هم پیش رفته. یعنی من با خودم گفتم خب مرکان حوزه تخصصیمه، حوزه مورد علاقمه، حوزه فلانه، بذار گیواپ کنم مثلا برم مشهد. دوره دکترا هم شما میدونید دیگه، مثلا یه روز یا 2 روز در هفته است. بعد از اونم که دیگه آزمون جامعه اصلا دیگه کاری نداری شما. و این موضوعی بود که خیلی باهاش چالش داشتم، به خاطر هم رفتم سراغ اینکه سیستم سازی درستی رو و ساختار درستی رو اونجا شبکه سازی کرد. آفرین. یعنی میدونیم منظورم از سیستم سازی این هست که ما بتونیم یه فرآیندهایی رو توی اون رستوران بچینیم که من اگه الان مشهد باشم خودش کار کنه اتومات. و این 3 تا چالش اصلی من بود. یه چیزی داخل پرانتز میگم، واقعا میگم این آقای دکتر الان اکثر بیزینس های ما به این موضوعی که الان موضوع آخری که گفتم دوچارن، یعنی قاعده فرد و این میدونی مشکلش چیه؟ یه روز به هر علت خدای نکرده طرف مریض شه، یه هفته نباشه، خب یا سفر باید دوا بره، بیزینس مشکل میخوره و این خیلی بده. این یه چالشه به نظر. الان آقای دکتر شما چون ما قبلا این صحبتی با هم داشتیم، شما فرمودین که 10 تا کسب و کار رو راه اندازی کردین که 3 تاش به مشکل خورده و 7 تاش با موفقیت بوده که بعضیش رو واگذار کردین و الان خودتون چند تا کسب و کار رو دارید؟ در حال حاضر در واقع 3 مورد، البته احتمالاً یه موردش رو به زودی واگذار کنم. در واقع میشه 2 مورد که یکیش مرکان هست و یکی هم نه اتفاقا غذای کودک رو دیگه، چون واقعا چیز جدیدی براش ندارم، یه تقریبا 3-4 ماهیه که به این نتیجه رسیدن. و دومیش برندی شاپه که یه فروشگاه اینترنتی عرض کردم بهتون که سیستما اینقدر خوب چیز شده که خودش داره. و البته یه نکته داخل پرانتز بگم، کسب و کار اولم چرا شکست خورد آقای دکتر؟ به خاطر عدم این به یاد مونا، به خاطر عدم اطلاعم و البته به خاطر شریک نامناسبم. من الان تو برندی شاپ دوباره شریک دارم. میخوام یه چیزی بگم، اینجوری نیست که من بگم چون اون تجربه رو کردم پس دیگه من شریک اصلا و ابدا نمیام. نه، این دفعه ولی یاد گرفتم که چطور باید تعامل کنم، قرارداد داشته باشم. آره. پس من الان در واقع میگم تمرکز هستیم روی مرکان و برندی شاپ. به عبارت دیگه شما ریسک کردین، شما یاد گرفتین، شما شکست خوردین، شما تلاش کردین، اصرار کردین، زمین خوردین، جسارت داشتین. فکر کنین برگردیم سال 90 قبل از اینکه تمام این کسب و کارها راه بیفته. شاید تا اتفاق از 90 تا 1403 برای شما افتاده که شما حدود 10-15 تاش رو برای ما اینجا گفتید. بله درست. ولی الان تا تو ذهن شما ممکنه باشه. درست. اگر برگردیم، اول اینکه چه کاری رو دیگه انجام نمیدیم، دوم اینکه کدوم اتفاق بدترین اتفاق این دوران بود، کدوم اتفاق بهترین اتفاقش بود و اگر برگردیم کدوم کار رو خیلی جدی‌تر دنبال میکنیم، یعنی بدترین بهترین، best worst، هم اتفاق هم اقدام خودتون. اوکی. خب من اگه بخوام یه نکته رو همین اول بگم، قطعا من اگر برگردم به سال 90 مهمترین کاری که انجام میدم اینه که اطلاعات و دانشی که حالا الان دارم که الان البته محدود و کمه، ولی این اطلاعات رو اون موقع به دست میارم. یعنی به هر قیمت شده اگر خودم نمیتونم مشاور میگیرم که اون این کار رو برای من انجام بده. یعنی اولین تمرکزمون این باشه که اطلاعات دقیقاً اقتضای این جهان چون آگهی است، هر که آگه تر بود جانش خواهد. درود بر شما. یعنی میخوام بگم ببین من ضربه‌ای که خوردم تو کسب و کار اول و دوم، من نه اصلا خیلی از کسایی که الان دارن ضربه میخورن از چی؟ از عدم اطلاعشون دیگه، از اینکه مشاور نمیگیرن. یعنی میدونی مثلا میذارن به اون دره مرگی که میرسه به نخ که بند میشن. آره تازه میان سراغ بابا خب از قبل مثلا این کارو بکن که به اونجا نرسه. لذا قطعا اقدام مهم همینه. اما نکته بعدی که گفتین چه کاری رو نمی‌کنی، به نظر من یکی از مهمترین اشتباهاتی که در واقع من توی این مسیر کردم انتخاب اشتباه آدم‌ها بود. خب یعنی از همون شریکم بگیر تا بعضی از نیروهای انسانیم بگیر تا بعضی از دوستانم بگیر،
اینها به نظرم بزرگترین ضربه رو من از این خوردم، البته بعد از اون عدم اطلاع. برای این قطعا اگر برگردم یه ذره تو انتخاب اطرافیانم بیشتر دقت می‌کنم. در مورد اینکه بهترین اتفاقش چی بود، به نظر من بهترین اتفاق شاید نمیدونم مثلا اون بیزینس مثلا رستوران غذای کودکی بود، شاید اون شاگرد اول دانشگاه تهران شدنه بود، نمیدونم. من به نظرم چند تا اتفاق خوب این تیپی داشتم. حتی یک زمانی من به پدرم یه پول قرض دادم، این خیلی برام کیف کردم، چون خیلی دوست داشتم. من همیشه از همون دوران نوجوانی دوست داشتم واقعا یه کاری بکنم این آدم به من افتخار کنه. مثلا سعی کردم تو تحصیل مثلا این اتفاق بیفته، تو جایگاه اجتماعی فلان اینا، ولی دوست داشتم از بعد مالی هم این اتفاق براش رقم بزنم. نمیشد واقعا. یعنی هر دفعه مثلا به یه جایی میرسیدم میخواستم این کاری بکنم، یه اتفاق میافتاد. و همیشه هم میگم که حالا امیدوارم احساساتی نشم بشه. احساساتی بشین چه اشکال نداره. آره نه، از این جهت میگم که مثلا من خیلی از اتفاقا رو واقعا دوست دارم برای پدر مادرم رقم بزنم، چون نقش مهمی داشتن، ولی الان نتونستم از این جهت. ولی اون لحظه خیلی برام شیرین بود که آره من به جایی رسیدم که، یا مثلا تهران که بودم اون در واقع خیلی اوضاعم خوب شده بود، مثلا اینکه هدیه میفرستادم براشون مثلا با پست و اینا، مثلا چون یه ست کامل چون کفش و فلان و از این حرف کار ندارم داشتم اینو. و بعد اینکه بدترین اتفاقش هم به نظرم شکست دومم بود. شکستی که حالا این نمیتونم بدآموزی داره این گفتنش یا هر چیزی، من حتی داشتم به فرار فکر میکردم واقعا، چون خب یه عالمه طلبکار داری دیگه. یعنی اینقدر که فشار روم بود که واقعا الان که فکر میکنم مثلا چجوری گذشت اون تایم، ولی گذشت. یعنی همین مهمه که گذشته. برای این به نظرم بدترین اتفاقم این بود دیگه. یعنی این شکسته و داستان‌ها و دعواها و جنگ‌های اعصابی که داشتم خیلی به نظرم بد بود. خیلی هم عالی. همین کسانی که منو بر خودم بیشتر دارم میپرسم، همین کسانی که منو میشناسن میدونن که من نسبت به مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد خیلی اصلا ارق عجیب غریب دارم. شما هم لابلای صحبتاتون یک سری صحبتایی کردین که پذیرش داشتین برای خارج از کشور و دانشگاه خیلی معتبر. چی شد نرفتین؟ من شاید بر خودم من میدونم که چرا اینجام، میدونم که شما میدونین که چرا اینجام. بله کاملا. میخوام یه مقداری اینو جدی‌تر در مورد صحبت بکنیم که چرا باید اینجا باشیم. آره خیلی میپرسن چرا این یک فرصت اصلا. ما میگیم ما قرار دنبال فرصت باشیم. چرا فرصته؟ اصلا شاید شما بگید نه اصلا فرصت نیست، ولی من اصلا یه وظیفه‌ای دارم اینجا. بفهمید. روزی که در واقع ایمیل ها شروع شد، یعنی از یه بازه ای من همینجور مثلا ایمیل های مختلف از کشورهای مختلف برام می اومد و با شرایط خیلی عالی، فوق العاده واقعا. مثلا اون موقع فاند مثلا $4500 نمیدونم، خیلی به نظرم خیلی خوب بود. حتی یادمه که زمانی که این ایمیل مثلا دانشگاه استنفورد اومد که من اون موقع یادم استوریش هم کردم توی چیز فضای، یادم نیست حالا اون موقع فیسبوک داشتیم یا اینستا یادم نیست. بعد یه نظرسنجی کردم، 99% گفتن اصلا باید بری، اصلا این چه سوالی، اصلا نظرسنجی اشتباهه، واضحه که باید بری. حتی رئیس دانشکده کارآفرینی به من زنگ زد گفت تو احمقی. ببین من به عنوان رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران التماس میکنم به دانشگاه مثلا استنفورد که تو خدا من فقط بیام اونجا یه دوره آموزشی بگذرونم. اونا منو نمیپذیرن، بعد اونا خودشون دعوت دادن تو چرا نمیری؟ حالا یه بخشی از اینها دلایل شخصیه ها، یعنی شاید مثلا سارا یکی از دلایلش باشه، صادقانه بخوام بگم. شاید یکی از دلایلش مثلا همین روحیاتیه که من مثلا اصطلاحاً هومسیک میشم مثلا برم. شاید یکی از دلایل دیگه‌اش این باشه که من میبینم در کشور ایران یه عالمه فرصت ریخته. خب
حالا اگه بعد از این تصویر برداری ما رو تو گونی نکنن، مملکت ما پر از مشکله، پر از ناکارآمدیه، یعنی اصلا ریخته فرصت، فقط یکی باید اینا رو جمع کنه. خب یا میدونی پول در آوردن توی ایران فوق العاده کار ساده تریه نسبت به اونجا. بنابراین با توجه به این مسائل و با توجه به این که من همیشه میگم یه اخلاقی که دارم اینه که میگم آقا فرار رو که همه میتونن انجام بدن، اینکه حالا بریم مثلا آفرین مثلا یکم این شعار نمیدم و این واقعا اعتقاد شخصیمه. مثلا من الان ببین هر هفته یک شنبه ها میرم شهرستانا، حالا معمولا هم روستاهاش میرم برای اینکه ببینم مثلا بیزینس های اونجا، مثلا همین در اخیراً رفتم کلات مثلا چند تا بومگردیشو مثلا چیز کردم. میدونی یعنی دوست دارم این بحث مسئولیت اجتماعی رو برای اینکه معتقدم که جواب میده. قبل از من هم خیلی کسانی بودن که کارآفرینان به نامی هستن و این کارو کردن، در حالی که میتونستن بشینن تو خونهشون همون کارخونه اونجا رو بفروشن، 4 تا خونه بخرن، اجارهشو بگیرن، کیفشو کنن دیگه. پس این سختی که به خودشون میدن غالباً بدون چیز نبود، بدون هدف نیست. آقای دکتر حشمتی، مصاحبت با شما برای من جذاب و لذت بخش واقعا اگر به خودم بود و آره به خاطر این زیغ وقت و حالا این محدودیتی که داریم من مجبورم متاسفانه در واقع مصاحبت با شما رو اینجا به اتمام برسونم. امیدوارم برای دوستانی که ما در خدمتشون بودیم هم این در واقع جلسه‌ای که خدمت آقای دکتر سعید حشمتی بودیم، آقای دکتر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مقطع دکترای دانشگاه تهران هستند و خب تجربیات ایشون رو شنیدیم. امیدوارم برای شما هم مفید فایده بوده باشه. اما آقای دکتر ما دوستانمون در بنیاد دانشگاهی فردوسی بله و دانشگاه فردوسی مشهد هدایایی رو به رسم یاد بود تهیه دیدن که من به نمایندگی از دوستان میخوام تقدیم حضور شما بکنم و امیدوارم که انشالله به قول آقای رامبد جوان جایی بذارید که زیاد بله. و خیلی ارزشمنده، خیلی متشکرم. و این هم یک جلد شاهنامه نفیس فردوسی که خدمت شما. دست شما در بر. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید. خیلی لطف کردید. اگر نکته آقای دکتر در پایان صحبت ما هست که من نپرسیدم، شما فکر میکنید که باید در واقع پرسیده میشد و جا مونده، یا هر نکته که خودتون دلتون میخواد این پایان صحبت داشته باشید تا جلسه رو انشالله خواهش میکنم. من فقط یه نکته به ذهنم میرسه شاید خوب باشه برای دوستان، این که با کدوم دوربین باید بگم، این یا این؟ آره من فقط میگم قدر فرصت‌های زندگیتون رو بدونید. من حرفم اینه. یعنی این عمره خب دوباره بر نمیگرده دیگه. بیایید مثلا از تک تک این لحظات و فرصت‌هایی که براتون پیش میاد بهینه‌ترین استفاده رو داشته باشید. انشالله. آقای دکتر خیلی متشکرم، ممنونم. امیدوارم که انشالله شما هم بیاد خسته نشده باشید و دوستان ما هم انشالله متشکرم و دوستان ما هم انشالله استفاده کرده باشن. اگر که شما نکته ندارید میتونید انشالله در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم، ممنونم، سلامت باشین و متشکرم. انشالله تا اپیزود بعدی کاینوفام که مجدد خدمت شما برسیم، شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.